شما از کجا میشوید؟ شما از کجا میشوید؟ از کجا میشوید؟ سوال کجا میشه؟ از کجا میشه؟ از کجا؟ این سوال را روشنفکران تاجیک نفرت انگیز می‌خوانند، چون که به عقیده آنها سوالی از کجا میشوی علامتی маҳалгароист که این زuҳуроти یک سبب جنگی ویرانگر و خونین 5 ساله داخلی بود و 18 سال پیش در تاجیکستان خاتمه یافت. بعضی از رهگذران در دوشنبه عینی نظر را دارند و میگویند از کجا میشوی واقعا علامتی маҳалгароист. حوزه در جمهوری یک وبا شده است. آدم‌ها در راه میپرسند شما از کجا میشوید یا کی میشه. حتی نمیدونن که تاجیک یک ملت است. سوال میکنه شما ملت از کدام ملت میشه. من نه به گوشم شنیدم. از خود همین سوال معلوم میشود که یکی را از دیگر جدا کرده شده است. همین خیلی. اما به اندیشه رهگذران دیگر مردم تمام دنیا زادگاه انسانی ناآشنا را میپرسند و پرسیدن این سوال هیچ ارتباط به маҳалгароӣ ندارد و اگر کسی این سوال را کرد نباید او را маҳалгаро پنداشت. این سوال маҳалгароӣ داخل نمیشود. برای شناسایی ما فکر میکنم که در همه جا هم باشه. در دیگه دولت‌ها هم باشه. وقتی خبر آدم شده میشه باید فهمی که باید از کجا مقصد فکرونی رو آدم شکلی میخواهد که شناس شود هنگامی که وی رو نداند از کجا است و نداند کی است و چی است. ولی با وجود این مصاحبان ما میگویند پرسیدن زادگاه و شمالی و جنوبی و یا سغدی و بدخشانی و ختلانی بودن انسان مهم نیست و بهتر است اگر تاجیکان زیاد به کجایی بودن انسان توجه نکنند. چخیل مثلا شما یک آدم میبینید در راه میپرسید شما از کجا میشه؟ آیا از کجا بودن وی مهم است؟ همین باید از بین گم کردن لازم. این از در مکتب اساسا در مکتب و کودک و در محله ها کار کردن در کار که من ریشه‌کن کردن در کار. از همین رهگذران پرسیدیم که بهترین پاسخ به سوالی از کجا میشوی چی هست و جواب اکثریتشان یکسان بود. از تاجیکستان. من تاجیکستان. من از تاجیکستانم. من فرزند تاجیکستانم.